Mavzumuz edersimo mubadele moda metabolizma mubadele moda ho yani çi میگن metabolizm metabolizm دو سم دارد یعنی یکی آنابولیزم دیگری کاتابولیزم در بسیار موارد شما میتوانید که آنابولیزم و کاتابولیزم رو سینونیم‌هاش رو بخورید. آنابولیزم رو با عبارت دیگر میگن اسیمیلیاسیون یا مبادله پلاستیکی و کاتابولیزم رو باشد میگن دیسیمیلیاسیون یا مبادله انرژتیکی یعنی در وقت کاتابولیزم انرژی خارج میشه. ببینید هنگام آنابولیزم این ماده های خرد قرار دارن از سبب ماده های خرد یا اینکه از سبب مونومرها حاصل می شود یک ماده کلون مولکوله. آنابولیزم این روند می باشد که در نتیجه آن از ماده های خرد مولکوله حاصل شوی ماده کلون مولکوله این چی است؟ مونومر اینش پلیمر فرض کردیم. از ماده های خرد مولکوله حاصل شوی ماده کلون مولکوله رو چی میگن؟ آنابولیزم این که اسیمیلیاسیون در رفت اسیمیلیاسیون انرژی چی؟ انرژی فرو برده میشه. یعنی ریاکسیون اندوترمی است. انرژی فرو برده میشود یعنی که انرژی چی صرف میشود. ببینید آنابولیزم این جریان بوده است که از ماده خرد مولکوله ماده کلون مولکوله ما مثال دادیم از پلیمر مونومر. شرط نیست که دوی ما از پلیمر مونومر حاصل شود. مهم که از ماده خرد مولکوله حاصل شوی ماده کلون مولکوله از خرد مولکوله حاصل شوی ماده کلون مولکوله رو چی میگن؟ آنابولیزم میگن. و چی مثال شده میتواند به آنابولیزم؟ مثال روند فتوسینتز در وقت فتوسینتز از ماده خرد مولکوله CO2 و آب حاصل می شود گلوکوز ماده کلون مولکوله. و باز مثال خیموسینتز بیوسینتزی سفیده چرب و کربوهیدرات ها. خلاصه در هر کجایی که شما پسوند سینتز رو میبینید البته این نشانه چی است؟ مثال آنابولیزم است. یعنی سینتز حاصل شوی یگان پیوسته گفتیم حاصل شوی چیزی. بعد کاتابولیزم یا دیسیمیلیاسیون ان همین ماده کلون مولکوله که ما داشتیم هنگام کاتابولیزم همین ماده کلون مولکوله چی میشه؟ تجزیه میشه. ببینید این ماده کلون مولکوله بود ماده کلون مولکوله و ماده های خرد مولکوله تجزیه میشه. دوباره و ماده خرد مولکوله چی میشه؟ تجزیه میشه. و در وقت کاتابولیزم انرژی چی میشه؟ انرژی خارج کرده میشه. ببینید همین انرژی وقتی که این مولکولهای خرد در وقت آنابولیزم این مولکولهای خرد رو انرژی توسط انرژی این مولکولها با هم دیگر پیوست یک مولکولهای کلون حاصل شد. و در وقت کاتابولیزم این مولکولهای کلون وقتی کنده شد از هم دیگر جدا شدن و اصلا انرژی در شکل بندها قرار دارن. هنگام کنده شدن انرژی شد دوباره خارج شد. چی مثال شده میتواند به کاتابولیزم؟ مثال
مثال میتواند اکسید شوی. اکسید شوی یعنی چی؟ سوزش. سوزش. ترش شوی. پوسیش. تجزیه و غیره. خلاصه همه اون جریان هایی که شما میبینید در وقتی کاتابولیسم از ماده های خرد مولکولا حاصل میشه، از ماده کلان مولکولا حاصل میشه، ماده خرد مولکولا با خارج انرژی خارج میشه و این جریان رو گفتن کاتابولیسم. در وقتی آنابولیسم باشد انرژی صرف میشه و در وقتی انرژی صرف میشه برای ساختمان چیزی. حالا ما در میباریم یکی از این قسمت ها رو یعنی دیدن میباریم چی کاتابولیسم رو. حالا ما در میباریم چی رو کاتابولیسم رو. کاتابولیسم یا چی میگن؟ مبادله انرژتیکی. مبادله انرژتیکی. کاتابولیسم یا مبادله انرژتیکی. کاتابولیسم از کلمه یونانی کاتابوله، از کلمه کاتابوله یعنی ویران کردن با پس پرتافتن. ویران کردن با پس ساده کردن. خلاصه اصلا کاتابولیسم این مبادله چی؟ مبادله انرژتیکی است. همه جریان هایی که در ارگانیسم میگذرد محض با اشتراک انرژی میگذرد. اگر انرژی نباشد اگه نه در طبیعت زنده نه در طبیعت غیر زنده چیزی فعالیت کردن نمیتواند. مثلا ما مثال میبریم اگه تمغه ماشین رو ببینید برای اینکه ماشین فعالیت کند حرکت کند برای او چی لازم است؟ برای ماشین لازم است چی؟ سوزشواری. چی؟ سوزشواری. سوزشواری ماشین چی است؟ میتونن چی باشد؟ بنزین. یعنی برای فعالیت کردن برای حرکت کردن ماشین چی در کار است؟ سوزشواری انرژی لازم است. چی انرژی لازم است؟ و این انرژی رو از چی میگیرد؟ از بنزین میگیرد. بنزین. و بنزین رو ما از چی میگیریم؟ بنزین رو ما از بنزین رو ما میگیریم از نفت. از نفت بنزین میگیریم. یعنی بنزین در صنعت شیمی بنزین تیار کرده میشد، این کارکرد میشد از ترکیب نفت. و اگر ما به واسطه اگر خودی نفت رو اگر با ماشین ریزیم اگر هیچگاه ماشین حرکت نمیکنند، فعالیت نمیکنند. فعالیت نمیکنند. یعنی ماشین قابلیت قبول کردن نفت رو ندارد و استفاده کردن اون را قابلیت استفاده کردن نفت رو چی ندارد. برای همین باید چیکار کنم؟ از نفت بنزین، از بنزین باشد بعدا بنزین رو ماشین استفاده کردن بعد چی کردن میتونه؟ یعنی حرکت کردن میتونه، فعالیت میکنه. خلاصه در ارگانیسم زنده نیست فعالیت چنین جریان میگیرد. برای اینکه ما فعالیت کنیم حتمی برای فعالیت های خود چی استفاده میکنیم؟ غذا، ماده غذایی. ما میدونیم که در ترکیب ماده غذایی چی هست اصلا؟ سفیده، چرب، کربوهیدرات. سفیده، چرب، کربوهیدرات در ترکیب ماده غذایی قرار دارد. وقتی که ما ماده غذایی سفیده، چرب و کربوهیدرات را استفاده میکنیم به واسطه از ترکیب سفیده و چرب و کربوهیدرات ما چی؟ ما همچون سفیده و چرب و کربوهیدرات یعنی ماده غذایی رو به واسطه همچون انرژی برای فعالیت کردن استفاده کردن نمیتوانیم و باید این ماده رو چطور کنیم؟ کارکرد کنیم و در نتیجه کارکرد کردن از همین ماده های غذایی حاصل می شود یک مولکول نو برای ما که این مولکول نام دارد چی؟ ATF ادنوزین تریفسفات. مثال میاریم اگر ما این کربوهیدرات اگر گلوکوز را 3 6 8 12 و 6 گلوکوز را اگر اکسید کنیم در این مورد حاصل می شود 6 مولکول CO2 6 مولکول
O plus 2800 کیلوجول انرژی و از این 2800 کیلوجول انرژی یک مقدارش برای چی صرف می شود؟ برای اسیشای عطف و یک مقدار دیگهش برای چی؟ برای فعالیت‌های برای گرمی پراکنده می شود. دیگه من پراکنده می شود در شکل گرمی و دیگر فعالیت‌ها. خلاصه ما انرژی رو ذخیره کرده میتونیم در شکل عطف و این رو در هر قسمت‌های ارگانیسم برده رسونده خلاصه استفاده کرده میتوانیم. و بعد از طریق همین انرژی عطف تمام فعالیت‌ها عملی می‌گردد. مثلا برای که آنابولیزم گذرد اسیمیلیاسیون از ماده خود مولکولا ماده کلون مولکولا وسیل شود در این مورد انرژی لازم است. ما انرژی را از کجا میگیریم؟ از کاتابولیسم. در وقتی کاتابولیسم عطف وسیل میشه این عطف صرف میشه مقدارش برای چی؟ بیاسینتزی ماده ها یا کارهای مکانیکی یا اینکه برای انتقال ماده ها در ممبران حجره داخلچه و خارجه ماده ها گذرانیدن ماده ها در ممبران حجره. خلاصه از همه چیز مهمی که برای ما لازم است این عطف است. ما غذا رو میگیریم به خاطر که چی اصلی شود؟ عطف اصلی شود. پس ما دیدن میبریم حالا ترکیب چی؟ عطف رو. عطف این ادنین اصلا ادنازین است. ادنازین دو ترکیب دارد. ساخته شده است از ادنین و قندی ریبوزه یعنی قندی 5 اتمه. ترکیب ادنازین ترکیب ادنازین این ادنازینه. ترکیب ادنازین عبارت است از مولکول ادنین اساس نیتروژن ادنین قند 5 اتمه ریبوزه و تریفسفات. این چی میگه؟ 3 تا باقی مانده کیسلات فسفات چی داره؟ 3 تا باقی مانده کیسلات فسفات در بسیار مورد به طور سخنوری چون تاثیر میکنه. ببینید این مولکول ادنین مولکول ریبوزه و بعداً چی جایش است؟ باقی مانده کیسلات فسفات گفتیم. خلاصه این مولکول چی است؟ مولکول ادنازین تریفسفات. ببینید در ترکیب این مولکول 3 تا باقی مانده کیسلات فسفات دیده میشه. 1 تا 2 تا 3 تا باقی مانده کیسلات فسفات. وقتی که در این بندهای فسفودیفیری ما گفتیم مولکول اسپیرت در موضوع کیسلات نوکلئیرات ما گفت زدیم بند فسفودیفیری چگونه بند است که بندی که اسپیرت و 2 تا کیسلات قطع پیوست میشه. هنگامی که باز ادنازین تریفسفات 3 تا فسفات دارد. وقتی که بندی بین همین فسفات ها کنده می شود در نتیجه 40 کیلوجول انرژی حاصل می شود و مولکول عطف که داشتیم عطف ادنازین تریفسفات تبدیل می یابد به ادنازین دیفسفات. وقتی که مولکول دویمش کنده می شود بند دویمش کنده می شود باز 40 کیلوجول دیگر انرژی باز 40 کیلوجول انرژی جدا می شود و مولکول ادنازین دیفسفات تبدیل می یابد به ادنازین مونوفسفات. ببینید
وقتی که هر مولکول بخونک صوت فسفات از ترکیب اتف کنده می شود، ادینوزین دی فسفات مونوفسفات گفتن ترکیبش کم شدن میگیرد و انرژی خارج شدن میگیرد. و کلمه فسفر نقشوی در بسیار شما میبینید. کلمه فسفر نقشوی، فسفر نقشوی، فسفر نقشوی چی معنی دارد؟ وقتی که با مولکول ادینوزین دی فسفات، ادینوزین مونوفسفات یک بوکسات فسفات ریاکسیا کرده، یک بوکسات فسفات رو با ترکیب خود قبول میکند، میشود ادینوزین دی فسفات. این جمله رو میگم فسفر نقشوی. یا اینکه با ترکیب ادینوزین دی فسفات باز مولکول بوکسات فسفات رو پیوست میکنن، این جریان رو از این حاصل میشود ادینوزین تری فسفات. خلاصه فسفر نقشوی این باقی مونده اکسیدات فسفات رو قبول کردن مولکول چی ادف یا که امیف. فهمو؟ وقتی که دوباره برای قبول کردن پیوست کردن یعنی همین مولکول ها انرژی صرف می شود. یعنی در این بندها انرژی رو نگاه می دارد. وقتی که این بندها کنده شد ویرون شده اتف می تواند که انرژی خارج شود و این انرژی رو دیگر در جریان هایی که نمبر کردیم صرف شود. مولکول اتف به نهایت مولکول نوسور است. می تواند که در مدت کوتاه شود تیز ویرون شود، باز برقرار شود، ویرون شود و باز برقرار شود. حالا ما دوره‌های کاتابولیسم رو دیدن میبریم. حالا ما دیدن میبریم دوره‌های کاتابولیسم رو. کاتابولیسم، کاتابولیسم از سه دوره عبارت هستند. سه دوره دارد. و هر یک دوره جای بخدش، این جای خاصی بخدش گزارش دارد. یکم دوره نام دارد دوره چی؟ دوره تئوری. نام دارد دوره چی؟ دوره تئوری. دوره تئوری. دوم دوره نام دارد دوره انائروبی. انائروبی. معنی انائروبی چی میشه؟ بی اکسیژنی. بی اکسیژنی. بعضا با چی میگن را؟ گلیکولیز. گلیکولیز یعنی معنیش چی؟ ترشوی. ترشوی. انائروبی، بی اکسیژنی، گلیکولیز، ترشوی این همه چیز سینونیمی باشند. در هر ادبیات شما هر واریانت قطعی میبینید. در تست شما دقت کنید که انائروبی، بی اکسیژنی، گلیکولیز، ترشوی، نفس کشی بی اکسیژنی، کاتابولیسم دوره نوپورا، این همه چی است؟ انائروبی است. و دوره سومش نام دارد دوره چی؟ دوره آئروبی. آئروبی یعنی معنیش چی؟ اکسیژنی. اکسیژنی. آئروبی اکسیژنی یعنی که نفس کشی حجیروی میگه این دوره رو. نفس کشی حجیروی. ببینید انائروبی یا اکسیژنی، نفس کشی حجیروی، یا اینکه سیکلی کربس. نمی ولیم خطی سیکلی کربس. دقت در دوره‌هایی که سینونیم زیاد دارد میتواند سر شما را شکنند گران که در دوره‌ها خطی اصلا دیگر مشکلی ندارد. ببینید دوره تئوری، دوره تئوری در کجا به عمل میاد؟ دوره تئوری یکم جای گزارش. دوره تئوری در سیستم هاضمه. دوره تئوری در سیستم هاضمه به عمل میاد، در جای گزارش در سیستم هاضمه و در نتیجه چی حادثه روی میدهد؟ پلیمرها، یعنی ما در کلام مولکول خلاصه ببین پلیمرها تا چی تجزیه میشوند؟ تا مونومرها. چی میسازش میتوانند؟ سفیده ها تا امین اکسیدات، چرب ها تا گلیسرین اکسیدات اولی چربی اکسیدات، نوکلئینات تا نوکلئوتید تا کربوهیدرات تا مونوساکارید ها. حالا ما در مثال میبینیم چی رو؟ گلوکوز داره چی؟ کربوهیدرات رو. کربوهیدرات ها تجزیه میشن تا چی؟ تا مونوساکارید ها تا گلوکوز 36 H12 O6 فرض کردیم گلوکوز حاصل شد. ببینید یکم دوره نام داره دوره تئوری. جای گزارش در سیستم هاضمه به عمل میاد. چی حادثه میاد؟ پلیمرها تا مونومرها تجزیه میشن، یعنی کربوهیدرات ها تا مونوساکارید ها و در نتیجه انرژی چی میشه؟
انرژی خارج کرده می شود. انرژی خارج می شود. انرژی در شکل گرمی پراکنده می شود. 100% انرژی در شکل گرمی پراکنده می شود. یگان مقدار انرژی چی نمی شود؟ ذخیره نمی شود. ببینید دوره تئوری ده یگان مقدار انرژی ذخیره نمی شود. و سوال می شود که دوره تئوری در سیستم هاضمه با عمل میاد. پس در ارگانیسم یک حجره مثلا ساده ترین امیوبا سیستم هاضمه ندارد یا که اینفوزور پتکچه سیستم هاضمه ندارد. دوره تئوری در کجا با عمل میاد؟ مرحله یکم در ارگانیسم یک حجره با عمل میاد. در کجا؟ در واکوله هاضمه یا بعضا در بعضی جاش ما میبینید در کجا؟ در ارگانوید، در لیزوسوم. در کجا؟ در لیزوسوم. اگر در واریانت واکوله هاضمه یا لیزوسوم باشد شما میتونید که قبول کنید که در ارگانیسم یک حجره ساده ترین ها. این بود دوره چی؟ دوره تئوری. خلاصه تئوری میبیند در سیستم هاضمه وقتی که ما ماده غذایی رو استعمال میکنیم حرکت کردن در سیستم هاضمه ما توسط فرمنت‌های روی هاضمه آب و فرمنت‌های روی هاضمه این پلیمرها تا مونومرها تجزیه میشن تا اینکه به حجره بافتا برده رسانده شوند و در سیستم هاضمه آنها تا ماده خود مولکول تجزیه میشن توسط پدمک‌های روده جویده میشوند و به خون میگذارند. توسط خون ببینید توسط خون به تمام عضو بافته‌های ما برده رسانده میشه. مثلا از روده به تمام عضو بافته‌ها چی برده تقسیم کرده میشه توسط چی؟ توسط رگ‌های خونگرد، خلاصه توسط خون. و دوره دوم دوره انایروبی به اکسیژن و گلوکوز و ترشح گفتیم. ان همین مولکولی که ماده اساسی که در ما اصلیش این چی بود؟ گلوکوز با مرحله دوم میگذرد. مرحله دوم گلیکولیز. معنی گلیکولیز این تجزیه شوی یعنی گلوکوز لیزیس تجزیه شوی گلوکوز به اشتراک اکسیژن. تجزیه شوی گلوکوز به اشتراک اکسیژن این گلیکولیز نام دارد. و در نتیجه ان مولکول گلوکوز 3,6,8,12O6 اصلا اگر با طور کوتاه اگر تصویر کنیم گلوکوز تجزیه میشد به دو مولکول چی؟ دو مولکول کیسلوتای پیرو انگورا کپیا. کیسلوتای پیرو انگور فرمولش چی است؟ فرمولش CC H4O3 فهمو تبدیل می‌یابد به دو مولکول کیسلوتای چی؟ پیرو انگور تبدیل می‌یابد. و در کتاب شما می‌بینید یا این شکل کوتاه و با طور پورا چنین تصویر میکنند. 3,6,8,12O6 پلوس چی؟ دو مولکول H3PO4 پلوس دو مولکول ADF و در نتیجه حاصل میشود چی؟ حاصل میشود دو مولکول CC H4O3 پلوس جمع دو مولکول O جمع دو مولکول ATF. ببینید دو مولکول ATF. خلاصه HCPO4 با ADF پیوست می شود. یعنی ADF رو بخوریم کیسلوت فسفوردان میکند باید این دو مولکول با هم دیگر پیوست شوند. وقتی که گلوکوز را با دو مولکول کیسلوت تجزیه میکنیم هنگام تجزیه کردن بنده کنده میشود انرژی جمع شود و همین انرژی میگیرد همین دو تا را چی میکند به هم دیگر پیوست میکند و از این حاصل میشود مولکول چی؟ مولکول ATF. و بعد در مورد دیگر میتواند که از همین مولکول گلوکوز 3,6,8,12O6 با همین ریاکسیون جمع دو مولکول HCPO4 پلوس دو مولکول ADF میتواند در همین مورد دیگر کیسلوت پیروانگور نه، یعنی کیسلوت پیروانگور حاصل نشود و با جای چی حاصل شود؟ سپیرت اتیل C2H5OH دو مولکول سپیرت اتیل
جمعی دو مولکول دو اکسید کربن جمعی ببینه بجای همین چی بجای کیسلوت پیرانگور چی حاصل شد سپیرت اتیل و CO2 و باقی دو مولکول هم آب دو مولکول آب و دو مولکول چی ATF حاصل شد اگر با کدام بتواند که بجای سپیرت کیسلوت اتستات کیسلوت سیرکوز شود اتستونوس شود دیگر مولکول هم بتواند شود وابسته به این در میکروارگانیسم هم وابسته به هم گروه میکروارگانیسم شیرتوش کننده باشد یا میکروارگانیسم هایی که سپیرتوسیل کننده باشد وابسته به هم نمودی میکروارگانیسم نو بسته از کدام نموده که میگذره دقت کنید که هر حقیقتی اگر گذره همین مرحله دوم چند مولکول ATF حاصل میشود دو مولکول دیل خوب رو حقیقتی اگر گذره دو مولکول ATF حاصل میشود دو مولکول ATF خب این وریانتی رواد خب وریانت دیگر خطی هر وریانتی میگذرد حتمی چند مولکول دو مولکول ATF حاصل میشود و ببینید در نتیجه اگر همین گلوکوز با دو کیسلوت پیروانگور تبدیل یافت این تجزیه شد در دو مولکول کیسلوت پیروانگور تبدیل یافت و انرژی جدا شد ان همین انرژی اگر انرژی رو ما 100% اگر قبول کنیم انرژی حاصل رو 60%ش برای سینتز چی صرف میشود ATF و از این 60% حاصل میشود دو مولکول ATF و 40% باقی مانده در شکل گرمی پراکنده میشود گرمی در شکل گرمی چی میشود پراکنده میشود و این بود مرحله دوم بعد از این در مرحله یکم حاصل شد گلوکوز مرحله دوم گلوکوز وارد شد از آن حاصل شد چی کیسلوت پیروانگور و کیسلوت پیروانگور باشد با مرحله چندم میگذرد با مرحله سیوم یعنی مرحله ایروبی سبب که از یک مولکول گلوکوز دو مولکول ATF حاصل شد این به نهایت کم باشد و برای ارگانیسم های زنده که قدر فعالیت های زیاد را اجرا میکنه این مولکول بسنده نیست و این مجبور شد که باز زینه دیگر را چکار کند ترک کند و این کیسلوت پیروانگور باز باقی با کجا وارد میشود و میتوکندریا ما جای گذریش نگفتیم جای گذریش مرحله دوم در کجا میگذرد در سیتوپلازما در سیتوپلازما حجره را میگذرد گلوکوز با کیسلوت پیروانگور تبدیل میشود در نتیجه اصلا دو مولکول ATF حاصل میشود و در تمام ارگانیسم های زنده مرحله دوم در سیتوپلازما میگذرد چون که همه ارگانیسم های سیتوپلازما دارند و مرحله سوم باشد مرحله ایروبی نام دارد اصلا در کجا میگذرد در میتوکندریا یعنی در میتوکندریا حجره ما یک میتوکندریا را تصویر میکنیم این ممبرانه بیرونی میتوکندریا ممبرانه داخلیش این ساختارهایی که ما میبینیم این ممبرانه بیرونی هست ممبرانه بیرونی و این در ممبرانه داخلی باشد چی جای گشته است کریستا ها جای گشته است و در داخل ممبرانه در شیره میتوکندریا که نام دارد چی ماتریکس ببینید شیره میتوکندریا ماتریکس شیره فلوروپلاست استروما شیره حجره سیتوپلازما شیره یادرو نوکلئوپلازما این شیره دقت یاد میگیرد بعد همین کیسلوت شیر با کیسلوت پیروانگور با کجا وارد شد بعد داخلی میتوکندریا وارد شد با داخل میتوکندریا وارد می شود و در نتیجه از همین کیسلوت پیروانگور همین با سیکل کریبس اصلا اسیسوب کیسلوت پیروانگور حاصل می شود دو مولکول اتسیتیل کوانزیم A حاصل می شود و همین مولکول اتسیتیل کوانزیم A در چی اشتراک میکند در سیکل کریبس وقتی که این وارد می شود در چی در سیکل کریبس و در نتیجه محصولی
وقتی اتیل کوئنزیم با چی وارد میشد و سیکل کربس وارد میشد و سیکل جریان میگیره سیکل خیلی سیکل مرکب میباشد برای شما همین نام شد دانستن بسنده است در اگزامینای شما دا نمیگوید و سیکل کربس محصول اخیرون که از سیکل کربس خارج میشود این چی است CO2 دو اکسید کربن خارج میشود از بازی میبره و محصولات مبینی باشد ما داریم محصولات آخرین و مبینی CO2 این محصولات چی بود محصولات آخرین و محصولات مبینی باز حاصل میشه محصولات مبینی است چی است محصولات مبینی که از این سیکل خارج میشه این مولکولای چی است مولکولای NADH2 نطف در فتوسینتز اشتراک میکنند این NADH2 نیکوتین امید ادنین دی نوکلئوتید نام دارد و اصلا این چی مولکولای پروتون ها را هیدروژن چی میکنند هیدروژن رو میکشونند و در اینجا باز یک سیکل دیگر قرار دارد یک سیکل دیگر این سیکل نام دارد اکسید شوی و فسفر شوی اکسید شوی و فسفر شوی ببینید که همین NADH2 با کدام سیکل وارد می شود با سیکلی اکسید شوی و فسفر شوی وارد می شود با این سیکل در نتیجه خودش کلمه اکسید شوی میفهموند اکسید شوی چی یعنی ما میگیم میتوخندر حجره چی نفس میکشد اکسیژن رو نفس میکشد پس حجره ما برای ارگانیسم اکسیژن لازم است اکسیژن میگیم برای حجره اصلا حجره را برای میتوخندرش در میتوخندر کدام قسمت است در قسمتی که اکسیژن و فسفر نقشه به عمل میاد در همین قسمت دقت که در سیکل کربس اکسیژن اشتراک نمیکنه تنها در جریان اکسید شوی چی اکسیژن اشتراک میکنه در جریان اکسید شوی خودش معلوم که اکسید شوی چی است و در نتیجه در اینجا بعد از اکسید شوی چی خارج میشود محصولات اخیران حاصل میشود این آب است H2O در سیکل کربس محصولات اخیران CO2 از سیکل کربس خارج میشود آب باشد از درجه اکسید شوی درجه اکسید شوی و فسفر نقشه نه تنها اکسید شوی ببینید اکسید شوی و فسفر نقشه و در اینجا اصلا از نتیجه فسفر نقشه‌ای و فسفر نقشه‌ای خودش معلوم است که چی بود فسفر نقشه‌ای با خمول کتلت فسفر با مولکول ادف پیوست شدن وقتی که شما می‌بینید این مولکول ادنین بودن با این چی پیوسته مولکول ریبوزه و با مولکول ریبوزه یک فسفر دو فسفران ادنزین دی فسفات میباشد و در اینجا فسفر نقشه‌ای به همین مولکول چی پیوست میشود یک تا دیگر اینجا فسفر خالص باقی مونده کتلت فسفر این مولکول فسفر پیوست میشود و در نتیجه حاصل میشود چی مولکول ATF چند مولکول 36 مولکول چی حاصل میشود 36 مولکول ATF حاصل میشود و نگفتن هموند که ما داریم سیکل کربس اکسیژن فسفر نقشه‌ای با زنجیری نفس‌کشی خیلی هم در اکسیژن فسفر نقشه زنجیر نفس‌کشی در یک منطقه به عمل میاد در اینجا یک قطار فرمنتو قرار دارد در کجا در کریستا در همین کریستا ها در کریستا میتوخندر چی جایی گذاشته است در کریستا میتوخندر زنجیری نفس‌کشی که همین سیکل هم خیلی پورا کلان است این هم وارد میشود در این سیکل و چرا با سهم شما رساندنی هستند بسیار وقت سوال میشه دوره یکم در کجا میگذره دوره یکم در راههای هاضمه در ارگانیسم‌های که سیستم هاضمه دارند اگر نداشته باشند در یک حجره در وکولای هاضمه یا لیزوسوم مرحله دوم در کجا میگذره مرحله دوم در سیتوپلازم حجره چی نام دارد انایروبی به اکسیژن گلیکولیز تورشوی در اینجا انایروبی گلیکولیز تورشوی چند مولکول تفاوت میشه در اینجا این دو مولکول تفاوت میشه دو مولکول و مرحله سوم نام دارد ایروبی یا اکسیژن یا نفس‌کشی حجروی
درجه اون در کجا میگذرد؟ در ماتریکسی میتوخندری، در میتوخندری میگذرد. چند مولکولات حفظ میشه درجه اون؟ 36 مولکول. کدام ماده وارد میشه؟ اصلا کیسلوتای پیروانگور وارد میشه، نه کیسلوتای پیروانگور در این سیکل وارد میشه و در اینجا چیز 36 مولکول ATF فاصل میشه. و سوال میشه که در عموم اگر گلوکوز پورا اگر ناپورا اکسید شود چند مولکول ATF فاصل میشه؟ ناپورا اینجا ناپورا 2 مولکول ATF. اگر پورا اکسید شود چند مولکول؟ 2 ای 36 می شود 38 مولکول ATF. یعنی اگر در اینجا پورا اکسیژن گلوکوز 38 مولکول ATF. یا اینکه سوال می شود که اگر 2 مولکول کیسلوتای پیروانگور وقتی که اکسید شود در میتوخندری چند مولکول گلوکوز ATF فاصل می شود؟ 36 مولکول. ببینید اگر یک مولکولش 18 مولکول، اگر یک مولکول کیسلوتای پیروانگور وارد شود 18 مولکول ATF، 2 مولکولش وارد شود 36 مولکول. اگر 10 مولکول اگر وارد شود 10 مولکول 180 مولکول چی ATF فاصل می شود. و یک چیز رو نگفتم موندیم، همین کیسلوتای پیروانگور بود. کیسلوتای پیروانگور بعضا وقت می شود که یگان مشق جسمانی میکنید شما، اگر حرکت های تیز میکنید در این مورد شما میدونید که وقتی کار جسمانی تیز شد روند اکسیژنی بلندتر می شود و اکسیژن هایی که در داخل میتوخندری وجود داشتند در حال به اتمام میرسند. برای که تیز انرژی آزاد شود این به اتمام میرسند. نفس کشی ما وقتی که امکانیت برقرار کردن اکسیژن رو نداریم فرصت نمی شود. خلاصه در این مورد دیگر کیسلوتای پیروانگور به چی وارد نمی شود؟ وقتی که در میتوخندری اکسیژن است کیسلوتای پیروانگور به میتوخندری وارد نمی شود و از اون چی حاصل می شود؟ از کیسلوتای پیروانگور حاصل می شود لاکتات. یعنی کیسلوتای لاکتات، یعنی کیسلوتای چی؟ کیسلوتای شیر. فرمولش CCH6OC حاصل می شود. فهمو؟ و ببینید بعد از این اگر شما امروز مشق جسمانی کردید، اگر مشق جسمانی کردید یگان روی دو رو طی کردید، در نتیجه این جریان به عمل میاد، کیسلوتای لاکتات حاصل می شود و این بر رسپتورهای موشک‌های شما تاثیر میکنه و درد موشک رو شما حس میکنید. و این حساب باز دوباره وقتی که اکسیژن در داخل میتوخندری برقرار شد اگر باز کیسلوتای لاکتات چی می شود؟ باز کیسلوتای پیروانگور می شود، باز دوباره به کجا؟ به میتوخندری رفته با این رو سیکل به اتمام می رسد. و این سیکل دوره ایروبی را در کتاب‌های درسی شما چنین نشان دادن. امیران دقت بتواند که یک درگاه شما را پرسن یا که بیادن خبره. مرحله سیوم چه تصویر کردن ممکن؟ همین چرا کیسلوتای لاکتات یا کیسلوتای پیروانگور. این کیسلوتای چی اومده در کتاب شما؟ 2 مولکول CCH6OC پلوسی جمع چی؟ اکسیژن چند مولکول؟ 6 مولکول. جمع 36 مولکول ADF، جمع 36 مولکول HCPO4 برابر درجه چی حاصل میشه؟ این ماده را اکسیژن چی میکنه؟ اکسید میکنه حاصل میشه CO2 کیسلوتای شیر اکسیژن CO2 ای چی حاصل میشه؟ و آب CO2 چند مولکول؟ 6 مولکول CO2 حاصل میشه و از حساب این چی 6 مولکول آب حاصل میشه. وقتی که 36 مولکول ADF با 36 مولکول HCPO4 پیوست میشه در نتیجه 36 مولکول ATF حاصل می شود. این چونین 36 مولکول دیگر آب حاصل می شود و در عموم بینید 6 مولکول 36 مولکول نمی نویسند آب هر داشت یک جا پیوست می شود. در اینجا چند مولکول می نویسند؟ 42 مولکول آب. خلاصه 6 مولکول CO2 42 مولکول آب و 36 مولکول ATF. این رو چیکار نیست کرده. ببین چنین ریاکسیون رو تاثیر میکنه. خلاصه هر راهی که ما میبینیم دونیم که در مرحله سوم 36 مولکول ATF حاصل میشه، در مرحله دوم 2 مولکول ATF، در مرحله یکم 1 مولکول ATF حاصل نمیشه. فهمو؟ تشکر با دقتتون.